روستا تیوی دریچه‌ای به سوی معرفی روستاهای ایران. معرفی روستای کاشیدار. کاشیدار روستایی است از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر که در 60 کیلومتری این شهرستان و 120 کیلومتری گرگان واقع شده است. آب و هوای روستا معتدل و کوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا 1371 متر است. وجود قبرستان‌های قدیمی و آثار تاریخی برجامانده در این روستا نشان از قدمت آن دارد. تولید کاشی، کوزه و سفال یکی از موارد رایج در این روستاست که از قدیم وجود داشته است و شاید یکی از دلایل نامگذاری آن نیز برگرفته از همین موضوع باشد. جمعیت روستا بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 تعداد 1566 نفر 450 خانوار اعلام شده است. از جمله مکان‌های دیدنی روستای کاشیدار میتوان به کوه زریوان در قسمت شرقی روستا اشاره کرد. این قله در امتداد رشته کوه البرز است و ارتفاع آن 2555 متر است. اطراف کوه با جنگل‌هایی از درختان بلوط، راش و ارس پوشیده شده و در کوهپایه آن چشمه‌های سرد و سرشار از آب‌های معدنی جاری است. قزقلعه دیگر مکان دیدنی کاشیدار است که در قسمت جنوب آن واقع شده است. قزقلعه بر روی کوه و صخره‌های مرتفع ساخته شده است و به صورت دژ دفاعی و نگهبانی طراحی شده که به مسیر ورودی جنوبی این روستا تسلط کامل دارد.